سلام رفقا، چطورید؟ من حسام تیریچم هستم به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. امروز قرار سمیتون کنم با کیانا و مد، دو زوج فوق‌العاده سمی. تو اینستاگرام ترکوندن با کلیپاشون، حتما میشناسینشون دیگه، حداقل یک بار یا دو بار کلیپاشون رو دیدین. امروز قراره با هم دیگه بریم ریاکت کنیم روی ویدیوهاشون و با هم دیگه ببینیم. بدون هیچ معطلی میریم سراغ ویدیو. شما یادتون نره که لایک کنید و کامنت بذارید و سابسکرایب کنید چنل رو و اون زنگوله هم بزنید. این دفعه خیلی تون گفتم که خسته نشید. لیتس گو. برو بریم. سلام خانم خوشگله. سلام. میتونم اون قلب خوشگله رو بدزدم؟ خیر. اوکی، ولی اون بنز سفیده رو میبینه اونجا پارکه؟ وای آره. اگزازش تو کونه. بیادب. گوشی چه برعکس میگیری؟ واقعا یعنی الان هنوزم کسی نمیدونه اینا چرا گوشی برعکس میگیرن؟ یعنی الان کسی نمیدونه اینا چرا گوشی دستشون میگیرن کلیپ میسازن؟ برو نصب کردم کرونا تموم شد به همه تو نظری بدم، چیزی بدی نیست. اوه چه مطلب جالبی. میگه تو چین زنه واسه سلامتی بدنشون تخم مار میخورن. اوه حالا شما حاضر واسه سلامتیتون تخم مار رو بخورید؟ خب بستگی داره عزیزم. اگه بخوام یه پسر بیا ساپورتش کنم، همه هزینه هاشم با خودم خوشگل باشه چه بهتر. داغم، اوف گرم، هوا خیلی گرمه، برقام میبرن، گرماییه، از گرمایی میگه داغم. من داغم، خیلی هوا گرمه. من اگر خدا بودم همه فقیرا رو از فقر نجات میدادم، به بچه‌های بی پدر و مادر میدادم. تو چی؟ من اگر خدا بودم به هیچ دختری دندون نمیدادم. دلیلش هم به خودم ربط داره. کار خودت دخالت نکن. چی بگه پسرا؟ همین دیگه. این دیگه با صدای کم فایده نداره، باید کلا با صدای قطع ببینیم تا به سرنوشت بابک خرمدین دوچار نشیم. فعلا خدا حافظ. همیشه پستتون جلوی بابام باز میشه. شیت، فکر کنم الان دیگه زنده نیستی. روحت شاد و یادت گرامی. عزیزم جان عزیزم، شنیدم که روز پسرم به تقویم اضافه شده. خیلی تبریک میگم. ببین پسر روز نمیخواد، ممه میخواد. چه من از خجالت آب میشم. چجوری اینا چیز میکنن واقعا. مکان میخواد مکان. کیانو تو چرا ازدواج نمی کنی آخه؟ من اصلا از شوهر خوشم نمیاد. شوهر آدم محدود میکنه. ببین تو باید با من ازدواج کنی. چرا؟ من محدودت نمی کنم که هیچ، تازه نامحدود میکنم. خیلی کثیف بود ولی خوشم اومد. واقعا؟ چی بود؟ شت. نه جون منم حالا منتظرم تو صف که چه عرض کنم. منم و یه آقای دیگه. وایسه گوشی. آقا ببخشید پشت کردم بهتونو. عزیزم اشکال نداره، من کون دوست دارم. جنت جون من بعدا بهت زنگ میزنم باشه. چقدر دوست داری؟ دیگه اینقدر راحت لعنتی ها. یه بازی بکنیم. چه بازی؟ ببین بازی اینجوری شروع میشه. اول تو با آب یه جمله بساز. ببین من همیشه پشتتم. با آبش کو. یکم صبر کنی میاد. من دیگه برگام ریخته، چیزی واسه گفتن ندارم. چرا همیشه بهم میگی به جای اینکه آرایش کنی برو باشگاه؟ ببین پسرا وقتی بخوان یه دختر رو چک بکنن اول از ساق پا شروع میکنن میان تا بالا. شاید حتی به صورت طرفم نرسیده طرفو بپسندم. ولی اینطوری نیست ها. چه ربطی داشت؟ اینطوری نیست. نه بیبی بله. میدونی هوای چیه؟ بله، هوای قدم زدن، عشق ورزیدن، با هم غذا خوردن. نه، هوای تولده یه اردیبهشتی خاص و مغروره. تولید یه بهمن ماهی، نه اردیبهشت.
همه دیگه هم بابا نشستی حساب کردی شما چند ماه میشه تولید یه اردیبهشت شهریور انجام میشه. یعنی متخصص ریخته زیر این پست فقط میخواین توضیح بدین که کی بیا الان بزنین که دهنتون سرویس. ببین من فکرامو کردم، از دیروز که باد اومدم بیرون تصمیم گرفتم که ازت جدا شم. چرا؟ چه معنی داره میریم رستوران تو حساب نمی‌کنی؟ من باید حساب کنم، خجالت نمی‌کشی؟ ببین پسری که وقتی باهاش میری بیرون دست تو جیبش میکنه که حساب کنه، قطعا بعدش دست تو شلوارت میکنه تا تصویر حساب کنه. عجب جمله گفت. پسرا دیگه خیالتون راحت، دیگه هر جا رفتین شما حساب نکنید و با این جمله قانعش کنید. خیلی قانع کننده بود. ایول پسر خوب بود. بیا تا من حساب کنم. هی خدا، تصویر حساب دوست داره. دوست داره. عشقم منو ببخش که این روزا همش مجبورم برم و نمیتونم تو این شرایط سخت پیشت باشم. عزیزم اشکال نداره، عشق مثل یه میخ تو دیوار میمونه. شاید میخ رو دیوار نباشه ولی سوراخش همیشه رو دیوار میمونه. حالا این چه ربطی داشت؟ یعنی که شاید جلوی چشام نباشی ولی سوراخت همیشه جلوی چشام میمونه. یاد قدیم فقط یه چیز دارم بهت بگم. سلام آقای محترم. سلام بفرمایید. شما میدونین بیمارستان کجاست؟ آره بغل خونمونه، میتونی با هم بریم. نه خیر، چی فکر کردی؟ میخوای منو بریم اونجا بریم تجاوز کنی ها؟ خانم محترم من یه دستم سطل غازه، یه دست دیگه هم مرغ رادیوست. چجوری ما بشم تجاوز بکنم؟ وا کاری نره که غازو میذاری، سطلو میذاری سرش، رادیو رو هم میذاری روش که غاز فرار نکنه. بعد مرغو چیکار کنم؟ اونو من برات نگه میدارم. خیلی خوبه اینا. اون موقع من برات نگه میدارم. ایشون نگه میداره، نگران نباشید. این کامنت ها همیشه منو وسوسه میکنن که من ویدیو رو تموم کنم برم. عزیزم سلام عزیزم. ببین میخوام برای یکی از دوستای دخترم دستکش بخرم ولی اصلا وقت ندارم. میشه تو واسم این کارو بکنی؟ آره که میشه عزیزم، فقط سایزشو میدونی؟ نه ای بابا از دست من بزرگتره؟ نه دقیقا مثل خودته. چیز دیگه نیاز نداری؟ ببین حالا که فکرشو میکنم و شورت سوتین اینا رو هم نیاز داره فکر کنم. واقعا 104 خونه با سایز گیری. سلام خانم خوشگله. سلام. میتونیم ما هم دوست بشیم؟ شرایط داره. ببین هر چی باشه قبوله. اوکی ماشین داری؟ ماشین دارم. دنده اتوماته؟ دنده اتوماته. پس نه. با چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ماشین دنده اتومات باشه دست راست آزاده، میخوای منو بمالی، منم از بمال خوشم نمیاد. خب یه دنده میزنم منو. دنده ای. یه آقای پیدا میشه اهل دوست بدون خیانت باشه، پیام بذاره آشنا بشه. تا حالا دقت کردی مردا از لای پای زنا متولد میشن و تمام عمر تلاششون اینه که برگردن همونجا؟ میدونی چرا؟ چرا؟ چون هیچ خونه خود آدم نمیشه. کسی دیگه متوجه حرفای بی تربیتیمون نشه، بیاسمون عملیاتمون رو بزنیم تلفن کردن. وای من خیلی موافقم. اوکیه. ببین باید همین الان تلفن بزنم، خیلی هم کنم واجبه. ببخشید دیگه تلفن تا 3-4 روز قطع عزیزم. ببین یه فکری بکن وگرنه میرم سراغ تلفن عمومی ها. خونشو داری برو ببین چجوری خونه رو میکنم. مخابرات. بیا مخابرات. عجب عملیاتی بشه. کی میاد تلفن کنیم؟ بله. یه بار یادتون باشه با هم رابطه داشتیم، شب بود و تاریک بود و تو ازم خیلی تعریف کردی بعدش. راستش عذاب وجدان دارم. اون من نبودم، دنده بود. حالا که اینو گفتی من راستش خیلی عذاب وجدان دارم. چی شد؟ اون من نبودم. چی بود؟ کی بهت بودنی؟ دندمو کیفی کردی. دندمو کیفی کردی. مرسی که تا اینجا با ویدیوهای مت و کیانا سمی شدید. بچه چنل یوتیوبشون رو میذارم این پایین. تازه اومدن یوتیوب، برین چنل یوتیوبشون هم ساب کنین. کلیپاشون خیلی باحاله این دو نفر و اینکه خیلی کلیپاشون خوبه. یه سری با کلیپاشون موافق نیستن چون میگن خیلی بیادبن، ولی اینجور نیست. این
مثبت 18 که تو کشورهای دیگه این محتوا یکی از موضوعهای کمدیه. بچه من اینستاگرامم اینجا میذارم، دوست داشتین اینستاگرامم فالو کنید. اگرم با این ویدیو حال کردید لایکش کنید، بازم از این ویدیو بسازیم، کامنت بذارید، هر نظری، انتقادی، هر چیزی دارین تو کامنت واسم بنویسید، میخونم، جوابم میدم. فداتون بشم. اگرم چنل من سابسکرایب نداری، منو برای اولین بار میبینی، حتما چنل سابسکرایب کن و اون زنگولم فعالش کن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی و ویدیومو ببینی. تا ویدیوی بعدی میبینمتون و میبینید منو. پیس.